شرایط جنگ داره به شکلی پیش میره که همین فردا صبح زمانی که از منزل خارج میشید ممکنه توی خیابون با سربازای آمریکایی برخورد کنید. اما برای این برخورد آماده هستید یا نه؟ این ویدیو رو تا آخر ببینید. درود به همه شما هموطنان عزیزم، مردم شجاع ایران. رایان رضایی هستم، عضو سابق ارتش آمریکا. سابقه خدمت در افغانستان رو داشتم. پس این مواردی که امروز میخوام با شما راجبش صحبت کنم چیزاییه که خودم تجربه کردم. دوستان، شرایط داره به شکلی پیش میره که به نظر میرسه خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم سربازهای آمریکایی یا شاید سربازهای کشورهای همسایه رو در حاشیه جنوبی کشور یا ممکنه حتی در عمق خاک ایران ببینیم. این مسئله‌ای که خارج از دست ماست، کار خاصی راجبش نمیتونیم انجام بدیم. ما فقط تحلیل میکنیم شرایط میدانی رو و سعی میکنیم به شما آمادگی بدیم که بتونید از خودتون و خانواده خودتون مراقبت کنید. چرا این حرف رو میزنیم؟ بخش اول، 2 مسئله اخیراً اتفاق افتاده که ما رو مطمئن میکنه به زودی وارد فاز بعدی جنگ میشیم. ما به شما گفتیم که حاشیه جنوبی کشور داره بمباران میشه، دارن سعی میکنن تمام قرارگاه‌های سپاه و ارتش رو زیر ضرب بگیرن برای اینکه آماده بشن برای پیاده سازی نیرو. اتفاقی که دیشب افتاد، 1. هواپیماهای سوخترسان وارد اسرائیل شدن مجددا. این نشون میده که اسرائیل به زودی وارد این جنگ میشه و هممون میدونیم وقتی اسرائیل وارد بشه یک لایه دیگه قرار هست که از فرماندهان و نیروهای رژیم کشته بشن. گود، خیلی خوبه برای ما. مورد دوم، دیشب آمریکا شروع کرد به زدن پل‌های ارتباطی شهرهای جنوبی با داخل خاک ایران. مشخصاً در بوشهر و بندرعباس این اتفاق افتاد. به زودی سایر شهرها هم این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین نشون میده که میخوان ارتباط حاشیه جنوبی کشور رو با خاک اصلی قطع بکنن که بتونن به راحتی نیرو پیاده بکنن بدون اینکه بخوان نگران نیروهای کمکی باشن که وارد میشن. هممون میدونیم که هیچ جام فدایی قرار نیست اعزام بشه به جنوب. به محض اینکه بحث جنگ واقعی پیش بیاد همه جیپ های صورتی و کلاشینکوف های صورتی جمع میشن و همه این افراد رنگ عوض میکنن. اینو میدونیم. پس بهتر یاد بگیریم از خودمون و خانوادهمون محافظت کنیم. این ویدیو ممکنه طولانی باشه، بنابراین به اکسپلورر نمیره. لطفاً اون رو شیر کنید، استوری بکنید و برای خانواده خودتون هم بفرستید. حالا وارد بحث اصلی میشیم. شما میرید بیرون فردا صبح و میبینید سربازای آمریکایی توی خیابون هستن. اگر این حمله قرار باشه صورت بگیره، شما احتمالاً بمباران خیلی شدیدی رو خواهید دید در ساعات قبل از حمله و معمولاً بین ساعت 2 تا 5 صبح سربازها وارد میشن. اگر در خیابون با سربازهای آمریکایی برخورد کردید یا سربازهای خارجی به هر شکل، یک سری بایدها و نبایدها وجود داره که همینجا به شما میگیم و خیلی میتونه مهم باشه. سربازهای آمریکایی ممکنه از تفنگداران دریایی یا مارین کور باشن، نیروهای آرمی باشن یا نیروهای ویژه که خودشون میتونه دلتا فورس، نیوی سیل یا نایت استراکرز باشن. اینا یونیفرماشون فرق داره، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. مهم نیست کدوم یک از اینها هستن، هر کدوم که باشن شرایط برخورد به یک شکل خواهد بود. قبل از هر چیز اگر سربازا رو دیدید آرامش خودتون رو حفظ کنید. اونا اینجا نیستن که به شما آسیبی برسونن. اما یادتون باشه وظیفه هر سرباز در هر زمان اول محافظت از خودش، دوم محافظت از همرزمانش و سوم پایبندی به کنوانسیون ژنو و محافظت از غیر نظامیانه. بنابراین آرامش خودتون رو حفظ کنید. به سمت اونها نرید. گوشی موبایل خودتون رو در نیارید. در واقع اصلا دستتون رو به سمت جیبتون نبرید به هیچ عنوان. فوراً دستای خودتون رو بالا ببرید. جایی نگه دارید که بتونن دستتون رو ببینن. هیچ حرکت ناگهانی انجام ندید. شروع به دویدن نکنید، چه به سمت اونها و چه خلاف جهت. سعی کنید فرار کنید. این کارها میتونه کشنده باشه. پس میستیم،
دستامون رو در حالتی قرار میدیم که بتونن ببیننش، ترجیحاً بالای سرمون، و منتظر میمونیم تا اونها به ما نزدیک بشن. در 99% موارد اگر سر راهشون نباشید از شما عبور میکنن و حتی سمت شما نمیان. اگر اتفاق بیفته و به سمت شما بیان، مطمئناً شما قرار هست با یک سرباز آمریکایی صحبت بکنید که زبان فارسی رو صحبت میکنه و با فرهنگ ما هم آشنایی داره. یکی از MOS ها یا Military Occupational Specialty ها، کدهای شغلی که در ارتش هست، مشخصا در آرمی، Civilian Affairs هست. این افراد با پچ های بنفش رنگی که روی لباسشون هست شناخته میشن. اینا افرادی هستن که یا اصالتا ایرانی هستن یا یکی از کشورهای فارسی زبون اطراف، یا آمریکایی هایی هستن که به طور دقیق روی فرهنگ فارسی، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تحقیق کردن و به زبان و فرهنگ مسلط هستن. بنابراین نگران نباشید. اجازه بدید نزدیکشن به شما و اجازه بدید اونها شروع به صحبت کردن بکنن. وقتی سوالی از شما میپرسن، شما میتونید انتخاب کنید که سوال رو جواب بدید یا جواب ندید. مشکلی نیست. اگر تصمیم گرفتید بنا به هر دلیل به اون سوال جواب ندید یا جواب رو نمیدونستید، به سادگی بگید نمیدونم و هیچ مسئله‌ای برای شما پیش نمیاد. در پایان صحبت‌ها ممکنه با استفاده از دستبندهای پلاستیکی یا زیپلاک دست شما رو موقتاً ببندن. این فقط برای اینه که مطمئن بشن مشکل یا خطری برای خودشون و شما پیش نمیاد. و اگر به شما گفتن کاری رو انجام بدید، مثلا به نقطه خاصی برید و اونجا منتظر بمونید، به نقطه خاصی برید و اونجا بایستید تا اونا عبور کنن، همون کار رو با آرامش انجام بدید. مطمئن باشید خطری برای شما پیش نمیاد، خطری شما رو تهدید نمیکنه تا وقتی که اون اشتباهاتی که به شما گفتم رو انجام نداده باشید. اگر با خانواده هستید، به احتمال 99% فقط از شما عبور میکنن و حتی سمت شما نمیان. بنابراین همین الان با خانواده خودتون هم صحبت بکنید. باید آرامش خودتون رو حفظ کنید و کار ناگهانی انجام ندید. اگر داخل ماشین هستید و به شما ایست میدن، ماشین رو متوقف کنید، در حالت خلاص قرار بدید، ترمز دستی رو بکشید و چراغ‌های جلوی ماشین خودتون رو خاموش کنید. ترجیحاً چراغ‌های داخل ماشین رو روشن کنید، دست خودتون رو روی فرمون نگه دارید و به همه افرادی که داخل ماشین هستن بگید که دست خودشون رو در حالتی قرار بدن که دیده بشه. هیچ کس حرکت ناگهانی انجام نده و ترجیحاً همه پنجره‌های ماشین رو پایین بکشید. بنابراین بتونن داخل ماشین رو ببینن. به احتمال قریب به یقین فقط با استفاده از چراغ قوه داخل ماشین رو نگاه میکنن. ممکن از شما بخوان که صندوق عقب رو باز بکنید برای چک کردن. ممکن از شما بخوان که از ماشین پیاده بشید. اگر هر کدوم از این درخواست‌ها رو داشتن، با آرامش تا اونجایی که میشه این کار رو انجام بدید. مجدداً اگر سوالی از شما پرسیدن، یا سوال رو به راحتی به سادگی پاسخ بدید یا جواب بدید نمیدونم و از شما بازجویی نخواهد شد. در نهایت به احتمال 99.9% از شما میخوان که به مسیرتون ادامه بدید. مجددا به شما میگم روز موعود بسیار نزدیکه. این ویدیو طولانی هست و به اکسپلورر نمیره. لطفاً اون رو با خانواده آشنایانتون شیر بکنید. همین ویدیو قرار است توی یوتیوب ما هم قرار بگیره و همچنین توی کانال تلگرام گارد جاویدان. به کانال تلگرام و یوتیوب به این شکلی که الان توی این ویدیو روی صفحه دارم به شما نشون میدم میتونید دسترسی پیدا بکنید. این ویدیو رو دانلود بکنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون که با ما هستید. به زودی برای روز شنبه یا یک شنبه شب به وقت ایران یک لایو هم در اینستاگرام و هم در یوتیوب تدارک میبینیم. اونجا میتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. بنابراین صفحه ما رو فالو داشته باشید که اون لایو رو از دست ندید. اون قرار است لایو پرسش و پاسخ باشه. تا روز موعود، پاینده ایران، جاوید شاه.